سلام و درود. همراهان گرامی به زرتاکس خوش اومدید. امروز میخوام باهاتون درباره یه چیز صحبت کنم که همه ما باهاش زندگی میکنیم. اما خیلی ها از وجودش بیخبرن. اون نه یه بیماریه، نه مشکل مالیه، نه رابطه بده و نه خیلی از فاکتورهای دیگه‌ای که ما هر روز داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم. اون یه صداست که داخل سرمونه. صدایی که هر وقت بخوایم یه کار مهمی انجام بدیم میگه نه الان وقتش نیست. ولش کن، فردا شروع میکنیم. اصلا بذار باشه اول هفته، اول فصل یا اول سال بعد. اصلا شروع کردنش چه فایده ای داره؟ بازم مثل دفعه قبل شکست میخوری. بله، این صدا اسمش بهانه است. و این بهانه ها مثل یه دزد بی صدا موفقیت و زمان و انگیزه ما رو میدزدن بدون اینکه حتی ما متوجه بشیم. اما سوال اصلی اینه که ما چرا انقدر دوست داریم بهانه بیاریم؟ آیا این بهانه ها فقط ضعف شخصیتیه یا اصلاً مغزمونه که داره ما رو فریب میده؟ بیایید امروز یه سفر کوچیک بریم داخل ذهن یک جوان عادی و ببینیم که چطور این بهانه ها شکل میگیرن، چرا مانع موفقیت میشن و ما چطوری میتونیم ازشون عبور کنیم. مغز ما مثل یه محافظ شخصیه. وظیفه اصلیش حفاظت از ماست. اما این محافظ یه مشکل داره. فقط به دنبال راحتی لحظه‌ایه. مثلا وقتی که میخوای صبح زود بیدار شی، مغزت میگه که نه ولش کن، چرا باید الان بیدار شی؟ الان تو توشک بر خودت راحت خوابیدی. ولش کن، فردا کاراتو انجام میدی. یا مثلا وقتی که بخوای یه کار جدید شروع کنی، مغزت نهیب میزنه که مطمئنی که میتونی؟ یه بار قبلا این کارو کردی شکست خوردی یا بهتره که بیخیالشی. این مغز بد ما نیست. این مغزیه که از تغییر و درد و شکست میترسه. ولی مشکل اینجاست که رشد و موفقیت دقیقاً از همون جایی شروع میشه که مغزت میگه نه. حالا میخوام راجع به 5 بهانه مرگبار صحبت کنم و حقیقت پشت هر کدوم رو بهت بگم. بهانه اول اینه: فردا شروع میکنم. این یکی از کشنده ترین بهانه هاست. چون فردا یه کلمه بی پایانه. هر شب یه فردای جدید میاد و ما همیشه یه روز دیگه به خودمون فرصت میدیم. اما در واقع فردا اسم دیگه ای از هرگز هست. حقیقت پشت این ماجرا اینه که موفقیت اصلا نمیخواد که شما فردا شروع کنید. موفقیت از شما انتظار داره که همین الان یه قدم کوچیک بردارید. حتی اگه 2 دقیقه ورزش کنی یا یه صفحه کتاب بخونی یا یه لیست کوچیک بنویسی، این حرکت کوچیکت یه سیگنالی به مغزت میده که میگه من تو این مسیر جدی هستم. مثل کتاب عادتهای اتمی که میگه موفقیت تغییرات بزرگ نیست، تغییرات اتمیه. بهونه دوم اینه که همه چیز دست خداست. این یه بهونه خیلی ظریفه، چون با یه حرف درست یه کار غلط رو توجیه میکنه. خدای مهربون واقعا همه چیز رو در دست داره. اما این نکته رو فراموش میکنیم که اون به ما عقل، قدرت و انگیزه داده تا تلاش کنیم. حقیقت اینه که خدا قدرتش به این معنی نیست که تو باید دستاتو روی هم بذاری و بشینی، بلکه به این معنیه که تو تلاش میکنی و به اون به تلاشت برکت میده. یعنی نباید بشینی و بگی خدایا همه چی پای خودت، بلکه باید بگی خدایا من شروع میکنم و تو راهنمایی و کمکم کن. جمله سوم اینه که من استعداد ندارم. دوست دارم یه سوال بپرسم. وقتی که یه بچه‌ای داره راه میره، بهش میگیم که اوه چه استعدادی داره.
اما وقتی یه جوان 25 ساله میخواد یه زبان جدید یاد بگیره، اون میگه نه، من استعداد ندارم. چرا این همه تفاوت بین این دوتا گزینه هست؟ حقیقت اینه که استعداد قبل از تلاش نمیاد. استعداد بعد از 100 بار اشتباه کردن میاد. همه بزرگان دنیا اولین بارشون شکست خوردن. توماس ادیسون 1000 بار شکست خورد قبل از ساخت لامپ. اما هیچ کدوم از این بزرگان نگفتن که من استعداد ندارم. گفتن هنوز نتونستم. یک بار دیگه شکست خوردم، اما دوباره امتحان میکنم. 4مین بهانه اینه که من انگیزه ندارم. این یه بهانه خیلی خیلی رایجه. میگیم که اگه انگیزه داشتم ورزش میکردم، درس میخوندم، کار جدید شروع میکردم. اما ما فراموش میکنیم که انگیزه قبل از عمل نمیاد. انگیزه بعد از عمل میاد. و حقیقت اینه که شما منتظر نشستن انگیزه نیستید. شما منتظر شروع کوچیک هستید. همین الان یه کار کوچیک انجام بده. بعد از 5 دقیقه متوجه میشی که چقدر انگیزه داری نسبت به این کار. مثل یه ماشینی که میخواد حرکت کنه. خب اول باید روشن بشه، بعد سرعت بگیره. شما هم اول باید روشن بشی، بعدم انگیزه میاد و سرعت میگیری. 5مین بهانه اینه: همه چیز سخته، هیچ کاری نمیشه کرد. این بهانه از ناامیدی میاد. وقتی یه جوان میبینه که بقیه موفق شدن اما خودش عقب مونده، میگه که همه چیز سخته، رقابت زیاده، من پول ندارم، موقعیت ندارم، پارتی ندارم. حقیقت اینه که دنیا هرگز عادلانه نبوده و نیست. اما موفقیت یعنی رفتن با هر اون چه که تو چنته داری. نه منتظر اون چیزی که نداری بمونی. میدونی یه بار کی توی زباله‌دانی خوابیده؟ استیو جابز. میدونی چه کسی گرسنه توی خیابونا دنبال غذا میگشته؟ جک ما، بنیانگذار آمازون. اما اونا هیچ کدومشون نگفتن دنیا سخته، من نمیتونم، من پول ندارم و خیلی بهونه‌های دیگه. گفتن من با این شرایط یه قدم دیگه هم برمیدارم. این نشون دهنده اینه که ناامید نشدن و شکستن بهونه‌ها میتونه آینده متفاوتی رو برامون رقم بزنه. تا اینجا راجع به بهونه‌ها صحبت کردم و در قسمت بعد راهکارهایی رو برای مقابله با این بهونه‌ها براتون میگم. اینم از اپیزود امروز زرتاکس. اگر برات مفید بود، لطفاً زرتاکس رو سابسکرایب کن و نظرت رو با همون در میون بذار. اگه دوست داشتی برای دوستات هم بفرست. تا اپیزود بعدی یادت نره، همیشه امیدوار باش، چون فردا روز بهتریه.